سیای میروزگار چره سپانر زندگی مره میدرد دیله بگم کیه بلای می جان ایسی چره دست درد نکن یک من رو برو درم یمر من رو درم بیت منت بنا میسر کی سر هزار آرزو دارم کی سر هزار آرزو دارم سیای میروزگار چره سپانر زندگی مره مانو کنده چشم آوره این بود آدم واضحی که میگفتی حیف اون موتوری که دارم دستش. حالا یه اتفاقیه که افتاده دیگه آقا ارسلان.
شما مردانگی کن. این قایق ما رو از پاسگاه بکش بیرون. پاسگاه ارث بابام نیست که. مردونگی که الان مفت و مجانی قایق موتوری دادم دستش. با خودم من تو پاسگاه درش بیارم. مفت داری دستم؟ علیکه سلام. چه عجب حرف زدی؟ انگار نه انگار به من بدهکاری. بدهکار هستم، آشکار که نیستم که. آفرین آفرین. آقا ارسلان شما که یه بار این کار کردی، اگه بخوای بازم میشه. اون موقع این نیری محیطبان نبود بود؟ حالا بتونم هم نمیکنم. فکر نکن فقط هفته رفیقت دست همه پشتش امضا کردی پای خودت هم گیره. یک هفته بهت فرصت میدم یا قایقو به برمیگردونی یا پولشو. منم نانم آقا زدایی درست میشه. چی درست میشه هاشم؟ یارویی که من دیدم تا پوست مار نکنه ولکن معامله نیست. درست میشه. حالا کی بهت گفته بود دیشب مدوانی نیست؟ برادر زنم فرهاد که تو شیلات فرخ. اوه برف اون پسره علاف اعتماد اما کردی چیه ما رو ننداز جادنمون جاوید. حالا اگه شرط از عمره میگرفتی میگفتی هاشم خیرت بچند. کافه دستمو که بونه کرده بودم نیری نصف شب بیخوابی میزنه با سرش. منم شغل اما داریمی. سلام بیبی. کجا بودی؟ هیچ جا. دامون این جوابه که به من میدی؟ قایق بابا تا گرفتن؟ کی به شما گفته؟ پس راسته. تو کجا رفته بودی باهاشون؟ کجا بودی؟ باید سکته گفته. باتون کجا بودی تا حالا؟ باتون نیستم مگه؟ چی جواب من نمیدی؟ تو باتون نیستم مگه؟ بابای تو کجاه؟ بابای تو کجاه؟ ها؟ دختر جان ول کن. چرا انقدر خودت اذیت کنی تو؟ اگه بذاری من این بچه رو آدم میکنم بیبی. مگه من چیکار کردم؟ با اجازه کی رفتی دریا؟ با اجازه بابام. میبینی چه پر رو شده؟ بابای تو چه خیلی از دریا دیدی که تو ببینی. آدم از دریا خوشش بیاد مگه جرمه؟ تو فقط بیا بالا من میدونم تو. پسر آدم با بزرگتر خودش که بودو میکنه. میبینی که الان دست باباتم دارته. برو خونه هاشم بد بیا. برو. یا الله. سلام دامون. سلام. دختر جان بریز بیا لقمه غذا بخور جان زای. فردا باید برسونم به صاحبش بیبی. تو که الان نباید انقدر کار بکنی دختر جان. او طفل بی زبان چی گناهی بکنه؟ از صبح تا شب قش اصلا اونو گوشی میان نه ها؟ دیگه باید جواب بکنی دختر جان. بریز میشه بیا غذا بخور. آفرین. این پسر کجا رفت؟ روانه بودم انسی خانم خانه یه لقمه غذا بخوره. ببین دختر جان تو زود عصبانی بی زود منو قربان صدقه شی. بده ایت پیش دیگه بترسه دختر. بترسه؟ فردا صبح بازم دو مینا رو میچسبه میره کنار دریا. هر وقت باباش حرف گوش کرد پسرم حرف گوش میده. تخم ترکه غلام لسمان چیه؟ ملامت نره. بده جان بیبی اگر جاوید با ما هیچی نوا گفتن اون به اندازه کافی خودش در بداغان. پیداست کردم یالا چشم بذار. قبول نیست من خود آمدم بیرون. جیر نزن دامون. تو رو خوب چی داره شیرو؟ همین خوبه. تا غروب تمومش میکنم. این مالکیه؟ چی کار داری مالکیه؟ مالکیه. دوزدی نیست ری. چایی که بیا بخور. خوبه ولی پولش رو بعدم بهت میدم. هاشم مسابقه پول با تو کردم. یه مکولی بوده بدهکاری دارم دی. یه
خیلی خوب الان امشب بیارم خونه. جاوید ناسلامتی 4 تا براری ایت زنگ بزن جلیل ره بدین اون تره چی راهنمایی کنه. جلیل چی تنه مرا بکنه از اصفهان؟ اسم میدونم چه خاکی مصر بکنم. هر بار اومدیم یه حرفی بزنیم دهنمونو بس. گفتی خودم بهتر میدونم. ببینه بگه اینم از آخر عاقبتش. 6 ماه سیادی توی تعاونی بس نیست. کم و کس 6 ماه دیگه باید دست دل ما بلرزه که میخوای قاچاقی کار کنی. جاوید اگه یه بار گیر بیفتی حاجی تو رو از پری میندازی بیرونه. مثلا بدون ترکه بگفتم. این میگه قاچاق. تو خونه نشستی از چی خبر داری؟ کدوم تعاونی کدوم پره؟ امروز فرداست که همین تعاونی هم تعطیل بشه. حالا مجاز غیر مجاز اصلا ماهی نیست تو دریا. خب اگه نیست پس چرا هر روز شال کلاه میکنی میزنی به دریا؟ چه کار بکنم؟ فعالگی کن. بشبیری کن. چه میدونم تو باغ مردم بیل بزن. جاوید هر شغلی بهتر از صیادیه. پیر خدا بیامرز یک عمر لسبان چی تو وا بدنده ما. چی بکنی خواهر؟ کویشی بتی شام بخور. نتیره تا گوزین غاب کن. سال 12 اومد. کجا؟ برو خونه اصولی داره سر ندارم. تو خدا بذار باید بیام آقا جان. بدون اجازه بابات نمیشه. بابام چیزی نمیگه. ما که دیروز نیومدن. تو رو خدا بذار باید بیام. نمیخواد یه. سر موتور یه دستی میفتی. خطرناکه به خدا. آقا شما اصلی بیام جمعش کنم؟ تنهایی کارتون نیست. چرا بلدم که؟ چند دفعه باید با من بیای تا بعدا خودت بلدتر میشی. با میام جمعش میکنم. بیا بریم دیگه پسر. بچه برای چی با خود میبر دریا؟ حالا مگه چی شده؟ این گندی که به زندگی من خورده بس نیست؟ دلت از جای دیگه برو سر من خالی نکن. آخه نمیپرسی این بچه پدری داره مادری داره کس و کاری داره؟ خودش التماس کرد. بچه غلط کرد با تو. داد نزد جمعی. قسم ندارم آقا آخر باشه. چی شده آقا جاوید؟ کشتیات که غرق نشده. یه قایق بوده دیگه. تو دیگه حرف نزن بابا آدم فروش. بیورزگی خود گردن اینو ننداز. من اگه آدم فروش بودم یه شب نمیتونستی بری دریا. یورزه توی که آمار اشتباه میدی. حالش بده. ببین گفته خودتو زود برسون. چی شد دختر؟ حالش شکمش درد گرفته. حالش خیلی بده.
فرخ میاد. حالا میبریم شوشا. بریم آقا بریم. چی شده بیبی؟ از دست تو دیشب این همه من با تو حرف زدم، یه گوشه در شد یه گوشه دروازه. به خاطر من اینجوری شد؟ نه پس به خاطر منه؟ چرا این مادر بنده خدا رو اینقدر دق میدی پسر؟ کجا؟ برو اون دبه شیر رو بده عبدالحسین. سلام تیتی. اینو بده به بیبی. تو کجا میری؟ بگو رفته با بچه فوتبال. باش. خداحافظ. سلام صدیق. سلام گلاب سر چطوری؟ کجا بریزم؟ یه داخل ببینم چی آوردی. خوبه درشته. خودم با جاوید حساب میکنم دستت در نکنه. سید هاشمه گفتی پولشو من از اون بگیر. هاشم؟ باشه بشمارم 3 4 5 6 7 11 12 13 اینم 14 اینم 15. بیا بسه اینم 150 تومن. گم نکنی. نه بس خدا. خداحافظ. حالا اگه نمیتونی درستش کنی خرابترش نکنی ولش کن نمیخوام. سلام هاشم. سلام. رفتم دیگه حرف سید دریایی پیش من نمیزنی ها؟ خوش داماد بین من و بابا دعوا افتاد؟ حالا قطر خیلی نکن. این چیه؟ امروز رفتن سر وقت دام. دروغ میگی. از آقا صدیق بپرس. این جنامو از کجا آوردی بسر؟ میخوام ماهیگیر بشم مثل بابا بزرگم غلام لسمنچی. خدا رحمتش کنه. ولی مثل اون دیگه نیامده که کلش رادار داشت رادار. دریای نگاه میکرد رد ماهی ها رو میزد. منم مثل همون یه دامون اینجا اومد. نمیخوام. یه قضیه به زحمت کشیدیم. دست درد. این بسته. وایسا اینجا ببینم. کجا داری میری؟ ای کار نداری؟ چه خبره زن؟ چه خبره؟ پسر باز چه واسه پسر؟ من کاری نکردم. جاوید پسر بگو چه خبره؟ میگم بیا پای کارت ندارم. نظر بیام بالا. چه کار داری تو از داکه بابا؟ ای خاک با میستن. آی دستم. چی شد بسر؟ سالمه مادر. شما چه خیلی از جان هستن؟ بوشو تمشتر دور بزن بد بیه. بوشو ساله بلا بسر. زبانی. بوشو. چرا تی پرانقدر اذیت کنی پسر؟ هیچی نبا. چطور هیچی نبا؟ دیگه داری تو ایشانه پسر. ساکته جاوید. بچگی خودم یادت رفت. دست در
یکی جلودر من بود به خدا نه. پسر بچه که شیطان نباشه مریضه. دلم نمیخواد حال هوای دریا تو کلش بپیچه. نمیخوام همسن سال من شد بره سراغ اونجا چی ببینم هاشم. بازون میخوای حرف آلیش کنی نمیشه. دامون از بچه های همسن سال خودش خیلی بیشتر میفهمه. چون میفهمه میخواد کمکت کنه. چی بگم طلایی هم که با اون وضعش بنده خدا صبح تا شب نشسته پشت سر کار میکنه. دستم خالیه دیگه. یعنی واقعا یه بیمارستان دکتر خوب حقش نیست. چی بکنم دیگه؟ خدا بزرگ حال غذاتو بخور. من دست بدار بدونم. دست درد کنه. ایچی نشد. وایسا ببینم. چرا حرف گوش نمیدی؟ مگه من چیکار کردم؟ اون دفعه که با خودش رفتم دلش از جای دیگه پره، از من کوچیک‌تر گیره. وای حرف دهنتو بفهم. اون هر کاری میکنه باباته. دوستت داره که دعوت میکنه. اومد خونه میری دستشو میبوسی. الله خوبه که دوستم داره. تو یکی دیگه دنبال سیادی نرو پسرم. دورو برتو خوب ببین. کدوم سیادی وضعش خوبه ها؟ به قول بیبی پاروی سیاد خوش نشده پولش تموم شده. بیا. اینا کجا آوردی؟ پول سعید امروزه. با آقا هاشم کمک کردم. 30-40 تومانی گرفتم. تنهایی. بگیر دیگه. به خاطر شما رفتم دریا. تو اصلا گوش دادی من چی گفتم؟ خیلی لطف بکنی. سلام. پس ارسلان هم نتونست کاری برای تو انجام بده. اونا کپونشون رو برای امثال من تو نمیسوزونن که. هر جور شده باید پول قایق جور کنم بهش بدم. عیب نداره. پیش آمده دیگه. از اولم بهت گفتم کار کردن با این آدما خطرناکه. نباید با اینا معامله میکردی. حالا یه دادخواست بده به محیطبانی، شاید قایق تو بهت پس ده. میترسم برام پرونده سازی کنن. یه مستقام تو تابونی از این داره. حاجی چیزی که نمیدونم. هنوز نه. بفرمایید. حلال زاده است. زاده است. الان چند روز پول تعمیر کارهای تراکتور رو نمیتونم جور کنم. تو غریبه نیستی جاوید. اوضاع تعاونی خرابه. فردا سید داره شروع میشه. من به زور تونستم 4 نفر رو پیدا کنم برن تورا رو تعمیر بکنم. الان پولشم ندارم بهشون بدم. نمونش شیرود رفیقه. میدونم حاجی، میگم حالا من که خودم عضو تعاونی ام، خدا بیامرز پدرم عضو تعاونی، دیگه مساعده یه چیزی به ما تعلق نمیگیره. اوضاع خرابتر از اونیه که فکرش میکنی. دریا که مایه نیست عزیز من. پارسال صیادهای غیر مجاز 2 برابر ما صید کردن. آقا چقدر صید کردن مگه آقا؟ منزل روزیشون برداشتن دیگه. حالا خدا پدرتو بیامرزه نمیگی قاچاقچی. پول اصلی رو اون دلالا میبرن. اصلا شما به من بگو 6 ماه دوم سال که صید نیست، من صیاد غیر مجاز باید چیکار بکنه؟ هوا بخوره؟ من چه میدونم. پسر این کار تموم نشد؟ تمومش کن دیگه. پسر جان بیا بریم. مبارک باشه انشالله.
تو میگی من چیکار کنم؟ دایی جان ما چیزی بیشتر از سهم بیبی نمیخوایم که. اگه مشتری داری خب زمین رو بفروش. آخه 600 متر زمین چه مشتری دایی جان؟ تو هم باید فروشنده باشی یا نه؟ تو این اوضاع احوال من زمین نمیفروشم. دایی جان من الان گرفتارم، الان پول لازم دارم. اصلا یه کاری بکنیم، شما نصف قیمت بردار از من، 5 تومن به من بده، من راضیم. تیمار چی؟ اونم راضیه؟ خودش بره واسه کوده. حالا روز هم میدونه دیگه. اشتباه کردم، طمع کردم. گفتم اگه قایق داشته باشم زندگیم از این رو به اون رو میشه دیگه، تعاونی هم نمیرم. چی فکر میکنم چی شد آقا فراد؟ بازم که دنبال قایقی. آقا قایق بخوره تو سرم، من پولش به ارسلان بده کارم. نه این حرف شما رو زمین نمیزنه. قایق رو من بده یه ساعتم نمونه، میفروشم پولش پرت میکنم تو صورت ارسلان. اصلا میخوای کتبا یه چیزی بنویسم بدم به شما بهش بدی؟ ها؟ باشه این هفته میرم پیش آقای نگیری ببینم چیکار میتونم برات. بس شما دردن. ولی اینو بدون اونا دارن کار قانونی خودشون میدونم آقا، من اشتباه کردم. پس هفته دیگه منتظر جواب شما هست. برو بسا. بس شما دردن کنه. آقا سلام علیکم. چی داری نگاه می‌کنی پس؟ دیدیم کار داریم آقا. دیدی بیا بریم کشتی رو نشونت بدم. چه خوشگله. حدود همه روی عرشه. بادبان چپ رو ببندین، دریا طوفانیه. همه خدمه رو عرشه. سلام. میشه هاشم. دست بارت خالیه، بذار زیر سر باش. برنجت رو فروختی، گفتم الان وقتش نیستی پسر جان. داری بندر تو راهی داری. با هم گرفتم بهت پس میدم. باش. شیرو بیارین کبابیا. کباب نیست که بله. کامبره. یعنی ببین. یعنی توی شیرینه نمیخوای بودی دیگه. شیرین چی؟ خبر نداری میگه؟ نه. پرایت خرید صفر. آفرین مبارکه. مبارکه. زمین رو فروختی؟ نه ری. زمین چیه؟ خاویاره بیفته. خودم براش رد کردم. حالا ای برو دهنی رودخونه پره بنداز کولی بگیر. بیا هاشم. دلو بزن به دریا. در بیا از رودخونه. بیا امیرعلی راست میگی اینجور شیرین نمیدی تو؟ اونم با چشم. آفرین.
شده؟ آب بودی مگری؟ آره. عشق دوست دریا بود. یه جسد بوده، بله یه جسد بوده. باشه قربان شما، خداحافظ شما، خداحافظ شما. دیانت کی پست بودی شب؟ نجاریان چولابی. اینا صبح زود رفتن به دریا. آقای نیری ما فکرشو نمی‌کردیم سیاد تو این هوا بزنه به آب. بابا ببخشید این سیاده که گرفتی چی شده؟ تو رو خدا که کسی دیگه مرده به من بگی. من دنبال شوهرم میگردم، جاوید شفی. اون قایقش هفته پیش گرفتیمش. آخه خواهر من، ما از کجا بدونیم کی بوده کی نبوده؟ گرفتار شدیم به خدا. حالا تا یه ماهی بعد بریم دادگاه بیایم که ثابت بکنیم ما مقصر نبودیم. صبح چند نفر گرفتم بردم پاسگاه. اگه فرار نکرده باشه شاید تو اونا باشه. سلام علیکم. دنبال شوهرم میگردم، جاوید شفی. میگن آوردن اینجا. جاوید چی؟ جاوید شفی. میگن صبح از سیاده آوردنش اینجا. قاچاقچی بود؟ قاچاقچی چیه سرکار؟ چرا تهمت میزنیم به مردم؟ جاوید شفی فعلا بازداشته. برای جان کنین یه دقیقه نبیدینی. الان نمیشه. جان تیزکن بدین زن باردار. یه کاری امیره بکن. یه دقیقه صبر برای جان تیزای هر کاری تری انجام بده. این بچه رو آوردی اینجا که چی بشه؟ ببین من سید غیرقانونی نکردم ها. کنار ساحل ایستاده بودم دستگیرم کردن. از خودشون بپرس. چرا اینجوری میکنی بابا؟ قصد که نکردم که. روز دیگه آزاد میشم دیگه. چرا اینجوری میکنی؟ به خاطر قایق من آوردن اینجا. چی شده بیبی؟ هاشم چی شد؟ هاشم دریا ببرده هاشم ببرده. کی ببرده؟ تیتی دایی بیا. چطوری دایی؟ چرا اونجا میشونی؟ سلام علیکم. خوبی؟ سلام دامون. خوبی؟ هوای تیتی منو داری؟ سلام علیکم. سلام آبجی. خدا قوت. خیلی ممنون. از آقا جاوید چه خبر؟ بیچاره جاوید خیلی دوست داشت تو مراسم خدا بیامرز باشه ولی نشد. توی یه هفته هر کاری کردم وسیقه قبول نکردم. سختگیرشون به خاطر اتفاقی که افتاده. ممکنه یکم بیشتر نگرش دارم. شما نگران نباشید. من پیگیر پرونده‌اش هستم. دستتون درد نکنه. ببخشید. زحمت ندن و کاری این آدما همش گردن شما. خواهش میکنم. وظیفه است. بریم بچه. آقا این چنده؟
چقدر بنویسم؟ هر چقدر اون قیمته برر تو نصف شفدن. من با قیمتش کار ندارم. او تیکه زمینه من بیشتر از 100 تومن نینم. چجوری حساب کردی دایی؟ پول 2 تا فرش ماشینی بیشتر از این میشه که. من فقط به خاطر بچت این کار کردم. میخوای معامله کن، نمیخوای بگرد دنبال مشتری. ببینیم ببین. انصاف برر. خب 200 تومن هم به خاطر تو روش. بیا تو آینه بیا نگاه بکن. بفرما. هاشم خدا بیامرزم که رفت. دستش از دنیا کوتاست. الان فقط من بابای تو رو میشناسم. سرفرش دست منه. گوش میدی چی میگم یا نه؟ بچه من دارم باید حرف میزنم. بله گوش میدم. به مادر بگو همین 1-2 روزه به بابات برسونه که من پولمو میخوام. بیشتر از اینم نمیتونم صبر کنم. بهش بگم ارسلان گفته هر کسی واسه خودش حساب کتابی داره دیگه. گوش میدی چی میگم یا نه؟ ای پشت رو نگاه میکنی؟ بله آقا. من که نخواستم سوارشم، خودش ازم خواست. حالا اگه پولش ندیم چیکار میکنم آقا؟ تو به این چیزا فکر نکن. ارسلان نباید این حرفا رو به تو میزد. تو که نداری چیکار میکردی؟ به بابا میگی؟ نه. تو هم جلوی زبون تو نگه دار. دیگه باید چیکار کنم؟ بهش گفتی صیادی نکن، به حرفت گوش کن. چقدرم گوش کرد. مامان مگه آدم نباید برم دنبال شغلی که دوستش دارن؟ خب منم صیادی دوست دارم. تو چرا خوشت نمیاد؟ کار تو دریا خیلی سخته. من دلم میخواد تو یه شغل خوب داشته باشی، تو کارت پیشرفت کنی. نمیخوام خدای نکرده بلایی سرت بیاد. غلام لسمنچی یه عمر تو دریا صیادی کرد، هیچیش نشد. آخرش هم مریض شد و مرد. مگه خودت نمیگی عمر دست خداست؟ پس دیگه نگران چی هستی؟ چی کار داری میکنی این وقت بشه؟ جمع کن وسایل بیا بالا ببینم. بیا مسواک بزن بخواب. بیا میخوام امشب زود بخوابم فردا برم دنبال کارهای بابات. زود باش. همین الان برید محیطبانی پیش آقای نیری. آدم خوبیه. حالا روز سیاده رو درک میکنه. منم خودم بهش زنگ میزنم. دست شما در نکن آقا. خیلی زحمت کشید. خواهش میکنم. وظیفه است. دامون! میتونیم ما میتونیم بازم اینجا بمونیم. من میخوام بقیه مهیارم ببینم. منم بمونم. بذاریم بچه پیش من بمونه. من یه سر میخوام بیام پیش انسی. بچه‌ها رو با خودم میارم. شما زودتر برید پیش آقای نیری تا وقتی داری تموم شده. دایی اذیت نکنی. دامون هوای همو داشته باشی. دست شما در نکن. به سلامت. خب کجا رفتیم؟ سلام مامان. پس چی شد؟ نگیری رفته مرخصی 2 روز دیگه میاد. تا 2 روز دیگه حساب کنیم؟ چاره‌ای نیست. پس پول بیمارستان چی میشه؟ تو چی کار داری به این چیزا؟ بازی تو بکن پسر. یه کاره مال بزرگتر است. تو این کارا دخالت نکن. من سلامتی بابا میخواست تو رو ببره بیمارستان خصوصی. تو هم مثل بابات خالی. جیب خالی پوز عالی. بیمارستان خصوصی ها.
تو اینا کجا پیداش کردی ری؟ برای خودمونه. میخوای بفروشی؟ نه میخوامش. میشه باش مایی گرفت؟ نه این قدیمیه باید بکنه میخوای. تو چیکار داری شیرت؟ بگو برام درستش میکنی یا نه؟ درست صحبت کنی شیرو کش میشم برای خوش دو میداره آقا شیرود. تو چقدر پول داری وز میکنی؟ پول که ندارم. ولی اگه مایی گرفتم پولشو بهت میدم آقا شیرود. اون ماهی خیلی باید کول باشه بیفته بده همون تو. باش شدی آخه تو کوه نبی آخه بالا میسی دامون نمیره باز کنیم؟ نه کار دارم. بیا دیگه بیا. بگیر. شیرود این دیگه چی؟ این به جای بدهکاری. این قربه غذای به جای بدهکاریه؟ قربه غذای چی بزرگه که؟ یه وا بده ماهی گیری اینجا ماهی نداره ری باید بری سر دهنه ری الان غروبه شالا میان تو رو میخوره نه شالا تو رو میخورن دست در نکنه صحبت نکن رنگ موسکانی از امشب میام اتاق شما میخوابم. حالا خیلی مونده بیبی. نه مرا دل نیتره تنها بنم دختر. از این اتاق تا اون اتاق مگه چقدر راهه؟ میترسی؟ خب تو هم بیا پیش ما بخواب. نه من همونجا راحت ترم.
تو بازم رفتی دریا؟ کی گفته؟ این همون شلواری نیست که من دنبالش میگشتم؟ تو میفهمی چی کار داری میکنی؟ ولش کسی نمیفهم. چطور جرأت میکنی بری دریا؟ بابایی که توی به همین زودی یادت رفت. بابای خودت چه که الان گوشه زندانه. آخ مامان چی شده؟ مامان برو نمیخوام ببینمت. برو اجور چم دور شو. برو آقا چرا قرصم میدی؟ خالصیه خالصیه چی شده پسر؟ حال مامانم بد شده. ای وای نترسی تیتی بازم مامانشو اذیت کردی؟ یه چیز بهت بگم شاخ در میاری. بری بگو میتونی جلوی دهنت بگیری یا نه. چی شده؟ برو کتاب که از دایی فرید گفتی و بیار. من که باورم نمیشه. اینا خودشی تیتی باور نمیکنی دهنش پهنه مثل همین. حالت خوبه؟ این تیتی به خدا خودش افتاد به تورمه. انقدر بزرگه حالا میبرم نشونت میدم ولی کسی نباید بفهمه. تو همون خیال میکنی. خیال چی؟ دستم ببین چه کار کرده. این هوا بزرگه خیلی بزرگه. انقدر خوشگله. بولگا؟ چقدر قشنگه. سر صداش میگیرم. چه ازشی با فراد برم دادگاه؟ با بابام کار داشتم. دادگاه که جای بچه ها نیست. با بابام کار داشتم. همون بابا دادگاه بس مونه. اینجا چی کار میکنی پسر؟ بابا یه ماهی گرفتم یه بولگا. فیلم ماهی خیلی گنده است. چی داری میگی تو بولگا میتونی بگیری؟ ببینی این عکسشه. این که تاسمانیه. بابا بولگاس خودم مجسمه‌شو توی شیلت دیدم. همون روز که رفتیم شما فراد. چجوری گرفتی پس؟ دست هم ببین من تا بالای رودخونه کشید. وقتی که خسته شد بستمش به یه درخت. هیچ کی نمیتونه پیداش کنه. پسر تو میدونی چیکار کردی؟ خدا کنه خاویاری باشی. هیچ کس نگفتی؟ آقا بس چیکارش معلومه. برو به صدیق بگو بابا من فرستاده. من تونستم بهش زنگ بزنم. فرادم نمیاد. آقا فراد مواظب دامون باش. برو نگران نباش. خداحافظ. تو چه فکری هستی آقا دامون؟ بولگا؟ راست میگم بهترین خاویار دنیا واسه بولگاست. مرغوب ترین نوع خاویاره. چطور؟ بابا میگه وقتی بچه بود در سال چند تن بولگا میگرفت. آره یادش بخیر. الان دیگه ما باید برای شما تعریف کنیم که اصلا این بولگا چه شکلی بوده. چرا دیگه نیست؟ بولگا که هیچ. ما با این همه بلایی که سر دریا میاریم تا چند سال دیگه شاید کولی هم پیدا نشه که بخوری آدم. میدونستی؟ نسل ماهی‌های خزر داره از بین میره. وقتی دریا شده آشغال دونی و مردم برای ساختن خونه هاشون حمله کردن به شنماسه رودخونه ها، دیگه بولگا جایی برای تخم‌ریزی نداره. حالا چی شده یاد بولگا افتادی یه دفعه؟ همینطوری.
یه این تو که چیزی معلوم نیست. این الان کجاست؟ جاش امنه. گم نکنه رفتی از طول یکی دیگه زدی. یعنی من دزدم؟ زنده است؟ گفتم که زنده است. باش. اگر این ماهی که تو میگی خاویاری باشه تا نمرده باید بریم خاویار از تو شکمش بکشیم بیرون. بمیره خاویار زود فاسد میشه. یعنی شکمشو پاره کنی؟ آره دیگه ری. این خاویارش حداقل چند میلیونی میارزه. گوشتش هم خوب میتونم برای تو بفروشم. مطمئنم خودت هم نمیدونی چه گنجی پیدا کردی. بریم. حالا؟ آره دیگه. الان من میخوام برم تا داروخونه واسه بیبیم چند تا قرص بگیرم. دیر میشه. جاشو بهم بگو خودم پیداش میکنم. آقا صدیق. بابام گفته فقط به تو اعتماد داره. به کسی چیزی نگی. بابات به من اعتماد داره، تو نداری. اگه نداشتم نمیگفتم. ساعت 4 ما قهوه خونه. من که نمیدم صدیق ماهی رو بکشه. گفتم ولش کنیم بره، تو قبول نکردی. شیلات چی؟ چی؟ مگه اون آقای تو شیلات نگفته بود اینجور ماهی رو زنده میخره؟ از کجا معلوم این ماهی به دردشون بخوره؟ اصلا از کجا معلوم خاویاریه؟ ببینم مگه تو نگفته بودی این ماهی خاویاریه، شکمش گنده است؟ مگه خودت از زیر آب ندیدیش؟ حالا من یه چیز گفتم. دامون اگه این ماهی رو بدیم به شیلات هم بابتش پول میدن هم ماهی زنده میمونه. شیلات کجا؟ تامچال کجا؟ دیوونه شدی؟ حتی میخوای ماهی رو با تاکسی ببری. حالا یه زنگ به دایی فرهاد بزنیم، اون میگه چیکار کنیم. دایی جون دامون یه ماهی بزرگ گرفته، خیلی بزرگه. یه فیل ماهی. الو چی شد؟ گفت تو ماموریت رو قطع کرد. این که خاموشه. پس من حرف منم باور نداره. تو بودی باور میکردی؟ دایی جان تو رو خدا فقط یه دقیقه بیا. بگو ببینم چیکار داری. اینجا نمیتونم بگم. چی شما؟ حساب بکن ببینم. بره ازش این دست بازی رو ببریم. پس خودش افتاد تو تور تو. آره. تو هم تنهایی کشیدیش بیرون. آره. ماهی باید حرفم زد. تو فکر کردی من مشنگم؟ تو نمیتونی نزدیک این ماهی بشی، چه برسه بخوای بگیریش. این ماهی منو با دومش میتونه 10 متر پرت کنه اونورتر. بعد ماهی رو گرفتی، ماهی هم گفت من اینجا هستم، تو برو کارات انجام بده، بیا منم اینجا میمونم. چرا مسخره میکنی؟ دایی من اون ماهی با چشای خودم دیدم. بابام گفته ماهی رو بده با آقا صدیق. اون میخواد شکم ماهی رو پاره کنه. من که بهش نمیدم. ماهی میدم به شیلات، بابت ماهی زنده پول خوبی هم بهم میدن. دایی حالا یه زنگ میزنی به دایی فرهاد بگی؟ صبر کن دختر. مطمئنی ماهی رو از تور کسی دیگه برنداشتی؟ کسی دیگه که خودم از سر دهنه گرفتمش. خب حالا ماهی کجاست؟ قرو با آقا فرهاد بیا میریم. سلام آقا صدیق. سلام. تو هم گولی این بچه‌ها رو خوردی؟ سیبیلی گرفته میگه من فیلم ماهی گرفتم. نمیدونستم سیبیلیه. چی کارش کردی؟ خودم براش داشتم. مشتری سیبیلی که بهتر از خودم. دست در راه برو. کسی چیزی نگو تا برم دای فرهاد رو بیارم. ببین 1 ساعت دیگه دم کانال منتظر. باش. دیر نکنی. ماهی رو چیکارش کردی؟ نمیخوام ماهی رو بکشم. گول این فرخ فرخ که ماهی میخوام بدم به شیلات با آقا فرهاد. که مفت ازتون بخرن؟ پسر جان من چند برابر پول شیلات بهتون پول میدم، فهمیدی؟ تازه شیلات این ماهی رو فقط سایده مجاز میخره، نه از شما. این ماهی رو دست شما ببینم پول که بهتون نمیدن هیچی، شما رو جریمه میکنن، زندانتون هم میندازن. میدونستی؟ حالا فهمیدی چرا بابات گفت بیای پیش من؟ نفهمیدی. ببینم پیش مادرت، اون میفهمه من چی میگم. کجا؟
مامانم خونه نیست. هر وقت اومد بهش میگم. هر چی اون گفت چشم. آفرین. حالا شد. تو هم ریچی همه رو الله بگوده بیاده بابا. چی 2 ساعت لفتش میدی؟ بودو سوارشو بریم. سلام. بس غفارت کن. بشین بریم اونم میاد. بشین بودو. خب کجا برم؟ مگه غفارت نمیاد؟ از شروع کرد. رسوا کردی تو آفراد. چه فرقی میکنه؟ اون فراد منم فرخ. جای ماهی رو بگو پولش بکنم راحت شیم بریم. اومدی تفریح و گشت و گذار دیگه. میگم بگو کجا برم؟ بریم جاده تمچر. مطمئنی داریم راه درست میریم؟ چیزی دیگه نمونده. اینجا؟ آره. اینجاست؟ اینجا رو کی بسه؟ چرا فکر کردی هرچی خاویاری توی دریا مال توه؟ تو چی کارش این وسط؟ خودش که ماهی رو میخواد. همینجا بود. خیلی بی‌حوصله. پس یه بچه هم بر نمیاد. آره دیدی؟ رفت بابا دروغ گفته. نه رفت نیومد. حواست باشه به کسی چیزی نگه. باشه. رفت نکنم. بیا دیگه دختر. مامان من میترسم از اینا. او نترس، دایی فرخ اونجاست. بیا. خانم به پسرت بگو ماهیمو بهم پس بده. من از خیلی سفتهاتون میگذرم. دیگه از فردا نه من شما رو میشناسم نه شما منو میشناسید. از این بهتر دیگه چی میخواید طلعت خانم؟ والا من نمیدونم شما چی میگین. من از هیچی خبر ندارم. خبر نداری؟ از این خواهرزاده ما تیتی بپرسید بهتون میگه. بیا اینجا دایی. اینا چی میگن تیتی؟ دامون بلگا دزدیده؟ من نمیدونم خاله. دامون که دزد نیست. بفرما. حالا که دزدیده. ای چی خبره؟ دزدی چیه برر؟ باش خودت یه روزی جای دیگر حواله بکنه. بفهم. باشو برر باشو. تا فردا به ماهی رو بهم پس دادید که دادید. ندادید سفتتون رو میزنم اجرا. باشو بابا انقدر سفته نبا کدن. هر روزانه میپسه در این زمینه نفروشم تی پولا و سرم طرف ادم. باشو برر باشو. حالا یه بوشوی نشون شما بدم که برم. خیلی دلنگرانم بیبی. دامون خیلی دیر کرده. کی بود؟ قربتی مردای کی با ما ایدت فریاد بگو دیویشی بوشو؟ من چیکار به اونا دارم؟ من نگران شما. مگه قرار نبود به دایی فرهاد بگی بیاد؟ به دایی فراد گفتم دایی فراد الان نیست ماموریته. ببین اینا به ما پول بیشتری میدن. تیتی جان اگه جای ماهی رو میدونی بگو شرش کندشه بره. مگه نمیخوای به دامون کمک کنی؟ بابا اینا آدمای خطرناکی ان. فردا اگه بفهمم ماهی رو دادیم به شیلات دیگه نمیذارن اینجا راحت زندگی بکنیم. این سیه. بابا اینا کل ماهیای خاویاری منطقه دست ایناست.
تیتی جان من مادرشم، من باید بدونم اون الان کجاست یا نه. ممکنه بلای سرش بیاد. من نگاه کن، ما نمیذاریم فیلم هایی دست قاچاقچی بیافته دخترم. بگو نترس، بگو مادر بگو. ای کار تیتی حرف بزنده اما تن دیگه آوردن دریده. خب به دامون قول دادم. دایی جان ما هم که بیایم داخل چیزی بخوریم. مامان تو اینجا چی کار میکنی؟ میدونی چقدر دنبالت گشتم؟ شما چرا آمدی اینجا؟ با تو نیستم میگه نمیگه دل نگرانت میشم. تو بلگاه گرفتی؟ آره. الان باید به من بگی؟ ترسیدم بهت بگم بازم دعوام کنی. حیف این ماهی نیست که اینجوری اسیرش کردی؟ اینو بگو ببینم. چی کار میخوای بکنی مامان؟ میخوام آزادش کنم بره. کجا بره؟ این بیچاره دنبال یه جای خوب میگرده که تخماشو بریزه. این رودخونه که پر از اشغاله. چه متر پایین‌تر حتما گیر میکنه تو دام یه سیاده میگیره میکشنش. طلای خانوم انسیه این قایم موشک بازی چی در میاری؟ منو کشوندی اینجا مادرش فراری بدی بره؟ بابا این مرتیگه زنگ زده به من میگه اگه پسر رو پیدا کنه حسابشو میرسه. هارت و پورت الکی میکنه. هارت و پورت الکی چیه؟ تمام آدماشو فرستاده وجب به وجب رودخونه رو بگردن دنبالش. اگه پیداش کنن ماهی رو که ازش میگیرن هیچ میترسم یه بلایی سرش بیارن. گفتم نه من جای ماهی رو میدونم نه تیتی. از این چیزا هم دیگه بیزارم. اسم ماهی و دریا میاد همه بدبختی ها میاد جلوی چشمم. برو فرخ برو بذار به درد خودم بسوزم. برو. پس جواب باباش دیگه با خودتون. چیه؟ بریم کمکشون. تو رو خدا تو دیگه ولم کن دیگه. اگه خاله طلای دامونو پیدا نکنه چی؟ یه زنگ به دایی فرهاد بزن مگه چی میشه؟ من نمیدونم این دیگه کجا پا شد رفت با اون بچه توی شکمش. گرفت. الو داداش کجا هستی؟ از دیشب 100 بار زنگ زدیم. میخوام ماهی رو بدم به شیلات. همونجا میتونم بچه هاشو به دنیا بیارن. هم خودش زنده میمونه. صدیق میگه شیلات به ما پول نمیده مامان. راست میگه؟ گفت بشه اون پولی که بخواد از تو شکم این ماهی بیاد بره تو حلق من و بچه ها. تا حالا که از گشنگی نمردم. از این به بعدش هم خدا بزرگ. گفتی چی کار میکنی؟ جلو پایین آدمای ارسلان دنبالتونم. ببخشید تا خود تو زحمت. اونا چی آوردی؟ الان وقت این تعارفا نیست. بریم ماهی بیاریم ببریم بندازیم تو قایق. تیتی برو بیا. برو بالا. کجا باید بریم؟ فرهاد زنگ زده به همکاراش تو شیلات گفته بیا ماهی رو ببره. داموزو باش. بودو. سر برو. بده.
علی علی یه پسر یا مواظبش تلایه یواش کسی برو بالا بچه دیشب تا رو ما حلوف خودش کرد به ما یه دست بزنی همشو میسم تو گوشه بلش کن عجب ماهی گرفتی از همه نمیان به بابا بگو یه حساب شدیم بنداز پشت من بیا بارو گوام برگم کرم اگه تاکسیه بلش کن که اومدی سر برگم شدم
دامون میدونی ما نمیتونیم بچه فیلم های پرورشی خودمونو به این راحتی تو دریا برگردونیم؟ واقعا؟ آره، بچه های این ماهی به شرایط زیست محیطی آب دریا عادت دارن، واسه همین میتونن تا سالهای سال توی این دریا به زندگی خودشون ادامه بدن. یعنی چند سال؟ بیشتر از 100 سال. اوه 100 سال؟ گم نمیشن تو دریا؟ دریا خونه اون هسته ای. کسی که تو خونش گم نمیشه، فقط باید مواظبشون باشیم و خونشون رو کثیف نکنیم.